مردم عزیز ایران، ببینید واکنش کشورهایی که تلاش کردند جلوی عملیات ایران وایسن. آمریکا، انگلیس، برخی از کشورهای عربی، چون صراحتاً اعلام کرده اردن، اینها تلاش کردند که جلوی عملیات ایران وایسن. به گفته خود پنتاگون فقط تونستن 10 تا موشک رو رهگیری بکنن. انگلیس الان دفتر نخست وزیریش بیانیه داده، گفته تنش رو باید کاهش بدیم، دیگه ادامه جنگو نمیخوایم. شهردار تل‌آویو الان گفته نتانیاهو دیوانه است، ما رو درگیر یه جنگی کرده که قطعاً توش نابود میشیم. الان مشخص دسته برتر برای کیه، الان مشخص قدرت دست کیه. کسانی که تلاش میکنن بترسونن افکار عمومی رو از واکنشی که مثلا آمریکا فلان صحبت رو میکنه. همین الان که من با شما صحبت میکنم سخنرانی رئیس جمهور آمریکا به پایان رسید، صرفا گفتش که نه ما همراه اسرائیل هستیم و دیگه نمیخوایم جنگ ادامه پیدا بکنه. همین الان نخست وزیر رژیم صهیونیستی بنیامین نتانیاهو صحبت کرده و گفته خب نه عملیاتشون ناموفق بود و دیگه ادامه پیدا نمیکنه. این اون قدرت واقعیه که اتفاق افتاده. اون ترسی که پروپاگاندا و عملیات روانی جریان صهیونیستی تلاش میکرد در افکار عمومی ایران ایجاد بکنه، الان داریم میبینیم. آمریکا زانو زده، انگلیس زانو زده، فرانسه گفته نباید دیگه تنش ادامه پیدا بکنه. خود این کشورهای عربی برخیاشون پیام دادن که ما مداخله‌ای نداشتیم، ما اصلا کاری نکردیم. اردن بیانیه رسمی داده گفتم ما چیزی رهگیری نکردیم یا از آسمان ما نبوده اصلا. این اون قدرت واقعیه که الان اتفاق افتاده. الان آمریکا میخواد به ایران واکنش نشون بده، اسرائیلی که خودش درگیر جدی ترین جنگه میخواد واکنش نشون بده، انگلیسی که دفتر نخست وزیریش بیانیه رسمی داده و گفته دیگه باید قضیه تموم بشه. هنوز مقامات سیاسی و اجرایی خود رژیم الان از جمله گفتم شهردار تل‌آویو گفتن آقا ما داریم از بین میریم، داریم نابود میشیم. تصاویری که الان شما از طریق شبکه 3 دیدید، رفتن تو زیرزمین پناهگاه، تصاویر مختلفی داره میاد که زیر ساختاشون از بین رفته، جنگنده هاشون از بین رفته. این اون بالاترین دستاوردیه که الان اتفاق افتاده. جمع همه این کشورهایی که خودشون رو مدعی میدونن نتونستن در برابر شبکه مقاومت ایستادگی بکنن. روز گذشته نخست وزیر روسیه اومد به ایران، شبکه‌ای که شکل گرفته و میدونه چطور باید واکنش نشون بده. برای همینه که حساب عبری رهبر انقلاب میگه جواب بعدی ایران بسیار کوبنده‌تر خواهد بود. واکنش هایی که الان توی شبکه‌های اجتماعی هستش قدرت ایران رو نشون میده و اون تلاشی که کردن برای ترسوندن افکار عمومی شکست خورده. بسیار عالی. بریم